آیا میدونستید بیشتر ما کمبود 3 ویتامین مهمی داریم که نمیدونیم؟ ویتامین D و B12 دو ویتامین حیاتی هستند که خیلی از ما کمبودشون رو داریم. اینا بخشی از صحبت‌های دکتر شارفنبرگ، استاد تغذیه دانشگاه لومالیندا هستش. دکتر شارفنبرگ با اینکه 100 سالشه فعال باقی مونده و همچنان با سخاوتش دانشش رو با ما به اشتراک میذاره. در این ویدیو میخوام مهمترین نکات صحبت‌های ایشون رو با شما در میون بذارم تا بتونید برای سلامتیتون تصمیمات بهتری بگیرید. میدونستید بیشتر آمریکایی‌ها دچار کمبود ویتامین هستن؟ تا آخر ویدیو با من همراه باشید تا با 3 ویتامین مهم که خیلی از ما کمبودشون رو داریم آشنا بشیم و راه حل‌های جبرانش رو بگیم. 3 راز سلامتی دکتر شارفنبرگ که باعث شده توی سن 100 سالگی هم همچنان سالم و پر انرژی باشه. اولیش ورزش هست که یکی از مهمترین عوامل برای سلامتیه. مثلا اگر یه خانم چاق هر روز ورزش کنه، احتمالاً بیشتر از یه خانم با وزن طبیعی که ورزش نمیکنه عمر میکنه. دکتر شارفنبرگ همیشه تاکید میکنه که ورزش برای سلامتی و طول عمر ضروریه. به ویژه از میانسالی به بعد که فعالیت بدنی برای سلامتی حیاتی میشه. ورزش در میانسالی اهمیت ویژه‌ای داره و میتونه خطر بیماری‌هایی مثل آلزایمر رو کاهش بده. جالبه بدونید که دکتر شارفنبرگ با وجود 100 سال سن هنوز هم روزانه حداقل 2 کیلومتر پیاده روی میکنه. فعالیت فیزیکی منظم برای سالمندان یکی از مهمترین کارهاست که میتونن برای سلامتیشون انجام بدن. ورزش نه تنها مشکلات مربوط به افزایش سن رو پیشگیری میکنه، بلکه میتونه اونها رو به تأخیر بندازه. هر ساعتی که ورزش میکنید به عمرتون 3 ساعت اضافه میشه. شاید نمیدونید اما لومالیندا جاییه که دکتر شارفنبرگ زندگی میکنه. یکی از 5 منطقه آبی شناخته شده در جهان. این مناطق جایی هستند که مردم معمولاً بیش از حد معمول عمر میکنن و خیلی‌ها تا 100 سالگی و حتی بیشتر زندگی میکنن. تحقیقات منابع آبی نشون میده که 95% از کسایی که حداقل 108 سال عمر میکنن رژیم غذایی عمدتاً گیاهی دارن که پر از حبوبات و غلات کامله. این نکته جالبیه که اعضای کلیسای لومالیندا هم به طور میانگین حدود 10 سال بیشتر از سایر آمریکایی‌ها عمر میکنن. البته گیاهخواری تو این مناطق خیلی مرسومه و گفته میشه این رژیم عامل طول عمر بیشتره. اما میخوام اینجا یه نکته بگم. من خودم شخصا به رژیم گوشتخواری اعتقاد دارم و تا الان طبق تحقیقاتی که کردم احساس میکنم این رژیم برای من بهتره. این اصلا به این معنی نیست که رژیم گیاهخواری رو رد میکنم. من اعتقاد دارم هر رژیم غذایی روی بدنهای مختلف جواب متفاوتی میده. ممکنه من با گوشتخواری حس بهتری داشته باشم ولی ممکنه شما با گیاهخواری بهترین نتیجه رو بگیرید. این موضوع بستگی به خیلی چیزا داره، مثل ژنتیک، منطقه جغرافیایی و حتی آب و هوایی که در اون زندگی میکنید. پس لطفاً برچسب گوشت یا گیاه رو به کسی نزنید. تحقیقات من هنوز ادامه داره و اگه به نتیجه بهتری برسم حتماً با شما در میون میذارم. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم از شما خواهش میکنم به هر شکلی که میتونید لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید یا این ویدیو رو برای دیگران ارسال کنید. در هر صورت مرسی از حمایت و همراهیتون. دکتر شارفنبرگ عاشق میوه هاست، مخصوصاً انبه پادشاه میوه ها پر از ویتامین و مواد مغذیه. نه تنها انبه بلکه سبزیجاتی مثل اسفناج، بروکلی، کلم و حتی گوجه فرنگی و فلفل ها هم خیلی مفیدن. این مواد غذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها و ترکیبات گیاهی هستند که میتونن خطر بیماری های چشمی رو کاهش بدن. پلیفنول های انبه هم خاصیت ضد سرطانی دارن و میتونن رشد سلول های سرطانی مثل سرطان سینه و روده رو متوقف کنن. علاوه بر این انبه منبع عالی از ویتامین B6 هست که خیلی از سالمندان به اندازه کافی دریافت نمی‌کنند. دکتر شارفنبرگ همچنین در مورد کمبود ویتامین ها توی سالمندان صحبت کرده. اول از همه ویتامین آ که 45% از آمریکایی ها به اندازه کافی این ویتامین رو نمیگیرن. کمبود ویتامین آ میتونه مشکلات جدی ایجاد کنه مثل نابینایی و ضعف سیستم ایمنی. برای اینکه از این کمبود جلوگیری کنید مواد غذایی مثل هویج، طالبی و سیب زمینی شیرین رو به رژیم غذاییتون اضافه کنید. دومین ویتامین B12 هست. با بالا رفتن سن بدن دیگه مثل قبل نمیتونه ویتامین B12 رو جذب کنه. سالمندان گیاهخواران باید بیشتر حواسشون به این ویتامین باشه چون خیلی وقتا با وجود خوردن غذاهای حاوی B12 بدن نمیتونه به درستی جذبش کنه. و سوم ویتامین D.
بیشتر از 50% مردم کمبود ویتامین دی دارن و این مشکل با بالا رفتن سن هم بدتر میشه. این ویتامین برای سلامت استخوان‌ها و جذب کلسیم خیلی مهمه. وقتی سطح ویتامین دی خونتون مناسب باشه، میتونید کلسیم رو خیلی بهتر جذب کنید. و از اونجایی که این ویتامین بیشتر از نور خورشید جذب میشه، کسایی که در مناطقی با آفتاب کم زندگی میکنن باید مکمل مصرف کنن. پس اگر توی منطقه‌ای زندگی میکنید که آفتاب کمی داره یا حتی در زمستون که نور خورشید کمتره، بهتره از مکمل‌های ویتامین دی استفاده کنید. اگه هم میخواید طبیعی و راحت تر جذب کنید، فقط روزی 20 دقیقه توی آفتاب بمونید و بدنتون خودش تا 20,000 واحد ویتامین دی رو جذب میکنه.